مردی از مادرش شنید که از خانه همسایه نمک میخواهد. میگوید مادرم تو از خانه همسایه نمک میخواهید، در حالی که من دین روز نمک آوردم در خانه و نمک من و شما زیاد داریم، چرا از خانه همسایه نمک میخواهید؟ میگوید فرزندم همسایه های ما فقیرند، بیچاره‌اند، گاهی اوقات از خانه ما چیزی را میخواهند. من هم خواستم که از خانه آنها چیزی را بخواهم، چیزی که در همه خانه ها یافت می شود. من هم خواستم که از خانه آنها چیزی را بخواهم که تا در آینده آنها هم به راحتی از ما چیزی را بخواهند و شرمنده نشوند و اینطور احساس بکنند که ما هم محتاج او هستیم.